یه روز ظهر که از مدرسه به خونه برگشته بودم، بعد از خوردن ناهار آماده شدم برم تو اتاقم تا یکم استراحت کنم که زنگ خونمون به صدا در اومد. رفتم و در رو باز کردم و دیدم سهیلا خانومه. با سلام و احوال پرسی دعوتش کردم به اتاق پذیرایی و مادرم من به استقبالش اومد. سلام و احوال پرسی کردن. منم رفتم و 2 چای ریختم و بردم گذاشتم رو میز پذیرایی و چند دقیقه نشستم. بعد به مادرم گفتم میرم توی اتاق تا تکالیف مدرسه‌مو انجام بدم. بعدم رفتم توی اتاق، اما به خاطر خستگی حوصله درس خوندن نداشتم. یکم روی زمین دراز کشیده بودم تا چند دقیقه چرت بزنم و همزمان به صحبت‌های مادر و سهیلا خانم گوش میدادم. اونا در مورد یکی از اهالی محله صحبت میکردن که چند ماه باردار بود و اتفاقای عجیبی براش پیش اومده بود. اون همسایه ما به خاطر کابوسایی که شبا میدیده یکم هوش و حواس از سرش پریده و امروز صبح بردنش بیمارستان. سهیلا ادامه داد. چند روز قبل همون همسایه با من در مورد موجوداتی عجیب صحبت میکرد و میگفت هر شب موقع خواب سراغم میان، منو تا حد مرگ میترسونن و حتی به خاطر اینکه شبا نترسم خواهر و مادرم هم شبا پیش من میمونن. ولی اون موجود ترسناک با اندامی خمیده میاد و روی سینه من میشینه و به صورتم خیره میشه و هرچی داد و بیداد میکنم کسی صدای منو نمیشنوه. بعد از اینکه سهیلا خانمی ماجرای همسایه ما رو تعریف کرد، مادرم در جواب بهش گفت که این اتفاقا معمولا برای خانمای باردار میفته. بعد مادرم برای سهیلا تعریف کرد موقعی که منو باردار بود یه بار یه موجودی رو نصف شبی میبینه که از در بسته اتاق وارد اتاق میشه و چند لحظه گوشه اتاق با چهره عجیبش به مادرم نگاه میکنه و یک بار دود میشه و میره بالا. این حرف ها برای منی که اون موقع فقط 12 سال داشتم بسیار عجیب و ترسناک بود. همونجا داخل اتاق بدنم شروع به لرزیدن کرد، اما صحبت‌ها و خاطراتی که سهیلا خانم برای مادرم تعریف کرد به کلی هوش از سرم برد و حتی بعد از شنیدن خاطره سهیلا خانم تقریباً بیهوش شده بودم. بعد از تموم شدن حرفای مادرم، سهیلا در مورد خاطرات دوران بارداری خودش میگفت. به مادرم میگفت موقعی که پسرش رو باردار بود توی تاریکی یه شبح سفید پوش رو میدیدم که گوشه اتاق من میایستاد و به من ظلم میزد. اولش بهش اهمیت نمیدادم و فکر میکردم به خاطر بارداری خیالاتی شدم. هرچه به دورانه به دنیا آمدن فرزندم نزدیکتر میشدم حضورشو بیشتر حس میکردم و دیگه اواخر شبها با وضوح بیشتری اونو توی اتاقم میدیدم. روزها هر جایی که میرفتم حس عجیبی به من میگفت که کسی کنارمه و مدام حرکت وسایل خونه رو میدیدم. درای اتاق خود به خود باز میشد، شیر آب آشپزخونه باز و بسته میشد و پرده های خونه به طرز عجیبی تکون میخوردن. حتی اون موقع به مادرم گفتم بیاد و خونه ما بمونه که کمتر بترسم. یه شب خیال میکردم یکی با صدای مردونه منو صدا میکنه. تا چشمامو باز کردم دیدم همون شبح کنارم نشسته و با صدای عجیبی بهم میگه پاشو یه لیوان آب بخور، بچه تشنه است. از ترس پتو رو روی سرم کشیدم و خوابیدم، ولی چند لحظه بعد به طرز عجیبی تشنه شدم و پا شدم و چند قلوب آب خوردم. سالها از اون موقع میگذره و برام جای سواله که چرا اکثر خانمای باردار همچین موضوعاتی براشون پیش میاد و آیا این چیزایی که میبینن واقعیت داره یا همش توهمه؟